سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 17 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. 37 تغییرات کادری در کماند رستم امامعلی. حبس اشورف تاجیک 16 متهم در حمله تروریستی کروکوس. با شیر شیرانه رفتار کنید. شکایت عضو گروه 24 ابوذر خواجه‌زاده از فشار به اهل خانواده‌اش در تاجیکستان. کاپیتان میلیچه به گرفتن 20,000 سامانی پاره عیبدار می شود. و اکنون تفصیلات خبرها. رستم امامعلی شهردار دوشنبه در کانال رسمیش در شبکه تلگرام خبر داد که روز 15 اپریل سال 2024 در 37 ساختار مختلف مقامات اجرایی حکومت دولتی پایتخت تاجیکستان تغییرات کادری انجام داده است. در کانال رستم امامعلی و سامانه رسمی شهرداری دوشنبه درباره تغییرات کادری صورت گرفته رسما یگان تفصیلات ندادند، ولی به نشریه‌های محلی میسر شده است که درباره این تغییرات کادری برخی جزئیات را به دست بیارند. از جمله پرس تیجی خبر داد که رجبعلی باباخانزاده به جای شاهزاد رحیمزاده سردار ریاست جوانان و ورزش شهر دوشنبه تعیین شده است. باباخانزاده 30 سال و 2 فرزند داشته تا کنون باعث یاردمچی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و از آن قبل چندین سال در دانشگاه ملی از جمله باعث معاون دکان رشته اقتصاد و منیجمنت، معاون رکتور، عاید به تعلیم و یاردمچی رکتور فعالیت داشته است. سامانه اویلا با تکیه به منابع خود خبر داد که محمدعلی حبیبزاده سردار ریاست فرهنگ پایتخت تعیین شد. او در این مقام نورعلی شایان را عوض کرد. دلربا اشورف به جای زرینه ظهورزاده سردار ریاست کار با زنان و عائله شهر دوشنبه تعیین شد. او قبلا معاون رئیس کمیته اجرایی حزب حاکم خلق دموکراتی در پایتخت بود. با قرار دیگر جهانگیر سعدیزاده مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید. او قبلا مدیر کافدر حقوق انسان و حقوق شناسی مقایسوی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. همزمان دولتزاده سردار ریاست سرمایه گذاری و اداره مال و ملک دولتی شهرداری دوشنبه و دلشاد جمشید مدیر شعبه سیاحی تعیین شد. دلشاد جمشید در این مقام کامران ظفرزاده را عوض کرد. همچنین معاونان رئیس نویه اسماعیل سامانی، فردوسی و سینای پایتخت، این چنین رهبران باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر از حساب کادرهای جوان تعیین گردیدند. یادآور می‌شویم روز 15 اپریل با فرمانهای پرزیدنت بلال ابراهیم با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه شاه منصور شهر دوشنبه برکنار و به جای او عالمزاده سفر اجرا کننده وظیفه رئیس این نویه پایتخت تعیین شد. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن بلال ابراهیم یگان معلومات داده نشده است. رستم امامعلی پسر کلانه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 36 سال داشته از ماه ینور سال 2017 اینک بیش از 7 سال باز شهردار دوشنبه پایتخت و بزرگترین شهر جمهوری است. او سال 2020 همزمان رئیس مجلس ملی نیز انتخاب شد و به عنوان رهبر مجلس بالای پارلمان رسما رهبر دوم جمهوری به شمار می رود. رستم امامعلی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می شمارند. امامعلی رحمان که 71 سال دارد از نوامبر سال 1992 اینک بیش از 31 سال باز بر تاجیکستان رهبری می کند. در جامعه تاجیکستان بسیاری ها امیدوارند که رستم امامعلی در صورت رسیدن به کرسی پرزیدنتی مثل پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف در سیاست داخلیش راه اصلاحات را پیش می گیرد. روز 16 اپریل سال 2024 دادگاه نویه مسکو شهر توری روسیه با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی در تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در شهر کراسنوگورسک در کنار مسکو اشورف نامزاده تاجیکستان را به حبس پیشکی گرفت. اشورف که خدمات مطبوعات دادگاه اسم اول او را نشر نکردند، اینک 16مین زاده تاجیکستان است که در چارچوب این پرونده پر سر و صدا به حبس گرفته شد. بنا به اطلاع تفتیشات اشورف که شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد در منزلش برادران امینجان و دلاور اسماعیلوف را در خانه‌اش به طور قلبکی ثبت نام کرده است. اسلاموف برای همدستی به عاملان حمله کروکوس بر اساس ماده 205 کودکس جنایتی روسیه به حمله تروریستی عیبدار می شوند.
به ضد خود اشوروف با ماده سبکتر 322 قسم 2 کودکس جنایی روسیه با اتهام ثبت نام قلبکی پرونده گشودند. خود اشوروف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی خدمات مطبوعات دادگاه نویه مسکو گفت که او در جریان مرافعه گناه را به گردن گرفت و تصدیق کرد که در حقیقت در خانه‌اش اسلاموفو را ثبت نام کرده بود. برادران اسلاموفو در ولایت تور تاکسی می‌راندند و تجارت ماشین نیز داشتند. تفتیشات میگوید حملگران روز 22 مارس با ماشین تمغه رنو که به نام دلاور اسماعیلوف بود به کروکوس آمده، بعد انجام حمله با همین ماشین فرار کردند. اسماعیلوف که یکی از داماد فریدون شمس‌الدین رهبر احتمالی حملگران کروکوس بود، به این خویشاوند خود فروختن ماشین را رد نمی کنند، ولی می گویند درباره قصد حمله داشتن او خبر نداشتند. اما تفتیشات بر این است که فریدون شمس‌الدین یکی از برادران را هنوز ماه ینور و 2 میر روز 11 مارس یعنی همگی 11 روز قبل به صف گروه خود امرا کرده است و اسماعیلوف حملگران را نه فقط با ماشین بلکه با ثبت نام در خانه خود نیز تامین کرده برایشان پول هم کشاندند. یادآور می‌شویم 22 مارس سال 2024 4 نفر مسلح به تالار کنسرت‌های کروکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو پایتخت روسیه حمله کرده مردم را تیرباران کردند. در نتیجه تیرباران و سوختار بعدی 145 کس کشته شد. با اتهام دست داشتن در این حمله تا امروز دست کم 18 نفر دستگیر شدند که 16 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی متاسفانه از تاجیکستانند. ابوذر خواجه‌زاده مسئول بخش کادر و کادرسازی حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 میگوید 4 کارمند مقامات قدرتی روز 16 اپریل سال 2024 به خانه برادر او در نویه فردوسی شهر دوشنبه آمده با تحقیر و دشنام از فعالیت‌های اپوزیسیونیش دست کشیدن ابوذر خواجه‌زاده را طلب کردند و تهدید کردند که در صورت ادامه فعالیت‌هایش مادر پیر او را مثل مادر عبدالرحمن 09 زندانی خواهند کرد. مقامات این ادعای عضو فعال گروه 24 را شرح ندادند، ولی ابوذر خواجه‌زاده در یک مراجعتنامه ویدیویی در تیک تاک این فشارها بالای نزدیکانش را به تشکیل اعتراضها در پی غیب زدن رهبر گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این سازمان در ترک نسیم جان شریپوف و برنامه جدید ویدیویی با نام غربت که شماره اولش تازه روز 14 اپریل سال 2024 نشر شد رفت داد. او با یک لعن تند از مقامات تاجیکستان دعوت کرد که بالای بزدلانه رفتار کنید، ولی بالای شیر مثل شیرمرد یعنی مردانه رفتار کنید. ابوذر خواجه‌زاده با وجود فشارها به نزدیکانش از راه خود برنمیگردد. ابوذر خواجه‌زاده سال تولدش 1990 که در آلمان مقام پناهنده سیاسی را به دست آورد، چند سال باز در این کشور اروپایی به سر میبرد. روز 7 اپریل در صحبت به پایگاه خبری بامداد جریان حادثه را چنین نقل کرد: فشارها بالای خانواده ماه گذشته بعد آن که در گروه 24 مسئولیت تشکیل گردجمعی‌ها در نزد سفارت و کنسولگری‌های ترکیه در رابطه با غیب زدن سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف را به دوش من گذاشتند سر شده بود، ولی این بازدید اخیر آنها که بلافاصله بعد نشر نخست شماره برنامه غربت صورت گرفت با برخورد فوق‌العاده تند و پر از تهدید و دشنام نمایندگان مقامات فرق میکرد. نیمه دوم روز 16 اپریل 4 نفر که با نام و نسب و حتی از کدام نهادهای قدرتی بودنش را هم اصلا نگفتند به خانه برادر من در نویه فردوسی در آمده از وی طلب کردند که پدر و مادر را هم دعوت کن. والدانم که در نویه رودکی به سر میبرند روز 16 اپریل در راه سفر به ولایت ختلان برای خانه بابای بیبیم بودند مجبور شدند که از نیم راه برگردند. آن 4 نفر از مقامات 1.5 ساعت در خانه برادرم ماندند و تهدید کردند که بعد رسیدن پدر و مادرم باز می آیند. گفتند که ما تصمیمم را گرفتیم و مادرتون را مثل مادر عبدالرحمن 09 زندانی خواهیم کرد. مادر من 61 سال داشته گرفتار بیماری فشار خون است. او بیچاره به یگان فعالیت‌های سیاسی یگان ربطی ندارد، ولی مقامات میخواهند برای فعالیت‌های من مادر مرا مجازات کنند. شایده محمدجانوف و مادر بلاگر تاجیک مقیم آلمان شیرزاد محمدجانوف معروف با تخلص عبدالرحمن 09 ماه ینور سال 2022 بازداشت شد و دادگاه نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 7 اپریل او را با اتهام افراطگرایی به 6 سال زندان محکوم کرد. شایده محمدجانوف اکنون 2 سال باز
در محبس نورک یگانه زندان زنانه تاجیکستان ادای حکم میکند. ابوذر خواجه‌زاده در صحبت با بامداد گفت که او طرح برنامه غربت را با رهبر گروه 24 سوروب ظفر خیلی قبل از حمله خونین 22 مارت در کنار مسکو و روز 2 مارت در ترکیه غیب زدن سوروب ظفر کشیده بودند. هدف برنامه به مهاجران رساندن این پیام بود که روسیه دیگر برای مهاجران یک کشور ناامن و خطرناک شده است که آنها در آنجا می توانند قربان حمله های ملتگرایان شوند و یا با مجبوری به جنگ ضد اوکراین برده شوند و یا در حمله های مثل حمله کروکوس استفاده اشان برند. ما می خواهیم از مهاجران دعوت کنیم که به وطن برگردند و یا اگر امکان بازگشت را نداشته باشند پس به دیگر کشورهای سیاره سفر کنند. دنیا فقط روسیه نیست، در دنیا 230 دولت هست، گفت ابوذر خواجه‌زاده. او خبر داد که نمایندگان مقامات طبق وعدهشان روز 7 اپریل باید دیگر باره به خانه آنها بیایند و این بار با پدر و مادرشان در خصوص فعالیت‌های اپوزیسیونی وی گپ زنند. ولی ابوذر خواجه‌زاده میگوید که از راهش بر نخواهد گشت و کوشش‌های مقامات برای فشار آوردن به نزدیکانش بیوده‌اند. فعالان اپوزیسیون تاجیک و منتقدان حکومت تاجیکستان از فشارهای مقامات بالای خویشاوندانشان زیاد شکایت میکنند. حامیان حقوق بارها از مقامات تاجیک دعوت کردند که به چنین شیوه مجازات دست جمعانه نقطه گذارند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. اگنچی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 16 اپریل سال 2024 از انجام تفتیش پیشکی پرونده یک کاپیتان میلیسیا با اتهام پرخوری خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات اگنتی، شهروند است عنوان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان با عریضه مراجعت کرده خواست است تا نسبت به تحقیقاتچی گروه تحقیقاتی شعبه میلیسیا نویه ورزوب کاپیتان میلیسیا رحیم زاده چاره‌های قانونی اندیشیده شود. بنا به ادعای شهروند است کاپیتان رحیم زاده از او برای آغاز نکردن پرونده جنایتی وابسته به یک حالت صدمه نقلیاتی غیر قانونی به صفت پوره مبلغ 20,000 سومونی را طلب کرده شده است. در پی این مراجعت از حساب کارمندان مقامات اگنتی مبارزه با کروپسیون گروه اپراتیوی تفتیشاتی تأسیس داده شده سانه 12 فوریه سال 2024 رحیم زاده بعد در اتاق کاری خود از استه گرفتن مبلغ 20,000 سومونی دستگیر کردید. مبلغ ذکر شده از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. خبر داده است مرکز مطبوعات اگنتی. در خبر همچنین گفته می شود که وابسته به حالت ذکر شده نسبت رحیم زاده بر اساس ماده 319 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام گرفتن پوره از جانب شخص منصبدار پرونده جنایتی آغاز گردیده بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی برای محتم بررسی نمودن به دادگاه ارسال کرده شد. خود کاپیتان رحیم زاده و یا ادوکات و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. به او بر اساس ماده 319 چون جزا جریمه به اندازه از 3,650 تا 9,125 نشان دهنده برای صبح‌ها، یعنی از 262,800 سومونی تا 657,000 سومونی یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 3 تا 5 سال تهدید میکند. مقامات وزارت کارهای داخله در برابر دیگر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان همیشه در ردیف نهادهای از همه فساد زده در این کشور نام برده می شوند. تاجیکستان در عموم در قطار کشورهای فساد زده دنیا نامبر شده. در رده‌بندی اخیر سازمان شفافیت بین المللی در میان 180 کشور در زینه خیلی پایان 161 یعنی در بین 20 کشور فساد زده جهان جای گرفت. قلب صبرعلی سفرعلیف مدیر مکتب رقم 6 در دهه شرگیر جماعت ورنگ نویه اشکوشم ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 13 اپریل سال 2024 از زدن باز ماند. او همگی 38 سال داشت و به گفته نزدیکانش به علت سکته قلب نوگوانی جوانمرگ شد. صبرعلی سفرعلیف سانه 14 ژانویه سال 1966 در دهه شرگین در حوله آموزگاران استاد سفرعلیف نیاز محمد مدیر سابق مکتب رقم 6 دیده به عالم هستی باز کرده هنوز در آوان کودکی مادرش را از دست داده بود. او سال 1992 تا سال 2003 در مکتب دهه شرگین
معلومات میانه گرفته سال 2003 به رشته فیزیک دانشگاه آموزگاری تاجیکستان داخل شد. هرچند در آن دوران در مکتب میانه و سپس در دانشگاه تحصیل کردن صبرعلی سفرعلیف نه وضعیت سیاسی چندان خوب بود و نه شرایط زندگانی مردم. به همین نگاه نکرده او هم مکتب میانه را با نتیجه های اعلی و هم دانشگاه را با دیپلم سرخ ختم کرد. بعد ختم دانشگاه از طرف ماموریت مکتب عالی به صبرعلی سفرعلیف پیشنهاد کردند که در همین دانشگاه کار و فعالیت علمی و آموزگاری کند، لیکن زندگی اختیار کردند و به زادگاه برگشتند. او از روز ختم دانشگاه تا دم مرگ در مکتب رقم 6 به حیث معلم فن فیزیک، معاون مدیر و سالهای آخر همچون مدیر مکتب صادقانه به مردم دیارش خدمت کرد. در این بین سال 2008 به صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان نیز دعوت شد و 1 سال ادای خدمت وطن را هم ادا کرد. برای استاد گرامی جنت جاودان را دعاگویم. یادش بخیر. مرد نمیرد به مرگ، مرگ از اون نام جست. نام چه جاود شد، مردنش آسان کجاست. الوداع استاد گرامی. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه همدانی عریضه جوان 24 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که شب 13 اپریل سال 2024 تقریباً 21:30 در صحن اولیه منزل استقامتی زن 48 ساله ساکن همین ناحیه شخصان نامعلوم آشکارا از داخل جیب او همیانش را که در داخلش 80 سومونی، 1 عدد کارت دوشنبه سیتی و شناسنامه ملیش بود گرفته از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 24 ساله ساکن ناحیه همدانی که پیش با ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان اوباشی سود شده است با مصلحت پیشکی با صاحب خانه زن که پیش با ماده 239 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یا برای دلگی سود شده است صادر نمودند. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوان 20 و مردان 28 و 33 ساله ساکنان ناحیه دیوشتیج و شهر استرافشان شب 1 اپریل سال 2024 تقریبا ساعت 9:00 از خانه استقامتی مرد 57 ساله ساکن ناحیه دیوشتیج 12000 سومونی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. نسبت گمان برشوندگان با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.